درود بر شما. به کانال یوتیوب عاشقان ریاضی خوش اومدید. یه مسئله المپیاد ریاضی هست که از ما میخواد که این رو ساده سازی بکنیم، به ساده ترین شکل ممکن در بیاریم. واسه اینکه این رو محاسبه کنیم، یکی این داخل زیر رادیکال ها رو من می نویسم و سعی میکنم به شکل ساده تری در بیارمشون. 5 منهای 2 رادیکال 6 رو معذرت میخوام می نویسم 3 به جای 5 می نویسم 3 به اضافه 2 منهای 2 رادیکال 6. به جای 3 می نویسم رادیکال 3 به توان 2. به جای 2 می نویسم رادیکال 2 به توان 2 منهای 2 در رادیکال 3 در رادیکال 2. میدونیم که آ منهای ب به توان 2 میشه آ2 به اضافه ب2 منهای 2ab. پس آ2 به اضافه ب2 منهای 2ab. پس میتونیم بنویسیم 5 منهای 2 رادیکال 6 رو به شکل رادیکال 3 منهای رادیکال 2 به توان 2 بنویسیم. بعدی 3 منهای 2 رادیکال 2 هست. این رو می نویسیم 2 به اضافه 1 منهای 2 رادیکال 2 یا رادیکال 2 به توان 2 به اضافه 1 به توان 2 منهای 2 ضرب در 1 ضرب در رادیکال 2. اولی به توان 2 دومی به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی. پس این هم میشه رادیکال 2 منهای 1 به توان 2. 7 منهای 2 رادیکال 12 داریم. می نویسیم 4 به اضافه 3 منهای 2 رادیکال 12 یا می نویسیم رادیکال 4 به توان 2 به اضافه رادیکال 3 به توان 2 منهای 2 در رادیکال 3 در رادیکال 4 یا خواهد شد رادیکال 4 منهای رادیکال 3 به توان 2 اولی به توان 2 به اضافه دومی به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی. حالا اینها رو میذاریم توی این زیر رادیکال. بنابراین خواهد شد رادیکال 3 منهای رادیکال 2 به توان 2 به اضافه رادیکال 2 منهای 1 به توان 2 به اضافه رادیکال 4 رو هم می نویسیم 2 منهای رادیکال 3 به توان 2. از زیر رادیکال این توانها رادیکال ما رو حذف میکنن، میشه رادیکال 3 منهای رادیکال 2 به اضافه رادیکال 2 منهای 1 به اضافه 2 منهای رادیکال 3. رادیکال 3 با منهای رادیکال 3 میره، منهای رادیکال 2 با مثبت رادیکال 2 میره، منهای 2 به اضافه 1 میشه 1. پس این عبارت رو نتیجه حاصلش میشه 1. به همین راحتی. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً اون رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون هم کانال ما رو معرفی کنید. با سپاس فراوان، بدرود.